میدونستید هر بار که گوشیتون رو لمس میکنید یا روی کیبوردتون تایپ میکنید، دارید با یه زبان مخفی حرف میزنید؟ امروز قراره با هم رمزگشایی کنیم از این زبان. زبانی که به کل دنیای دیجیتال ما قدرت میده. خب، تا حالا به این فکر کردین که کامپیوتر شما واقعاً چطوری حرفتون رو میفهمه؟ ما که باش فارسی یا انگلیسی صحبت نمی کنیم. پس چه اتفاقی اون تو میفته که دستورات ما تبدیل به عمل میشه؟ این همون معمای بزرگیه که قرار حلش کنیم. اینجا رو ببینید. اینجاست که اون اتفاق جادویی میفته. یه عبارت خیلی ساده مثل سلام دنیا برای یه ماشین تبدیل میشه به این رشته طولانی و به ظاهر بی‌معنی از 0 و 1. این الفبای دنیای ماشین هاست، زبان باینری. خب برای اینکه این شکاف بین زبان ما و زبان ماشین رو پر کنیم، باید از پایه‌ای ترین چیز شروع کنیم، شمردن. جالبه بدونید که روش شمردن یک کامپیوتر با روشی که ما میشمریم از زمین تا آسمون فرق داره. سیستم شمارش ما خب خیلی منطقیه، مگه نه؟ بهش میگیم سیستم 10 چون 10 تا انگشت داریم، همه چیز بر اساس عدد 10 ساخته شده. یکان، دهگان، صدگان، هممون اینا رو از مدرسه بلدیم. اما کامپیوترها که انگشت ندارن. دنیای اونها خیلی ساده تره. اونا فقط 2 تا چیز رو میفهمن. برق هست یا برق نیست. یعنی روشن یا خاموش. برای همین کل سیستم شمارششون فقط روی 2 تا عدد بنا شده. به همین سادگی. این همون سیستم باینریه. یعنی کل دنیای پیچیده دیجیتال از بازی‌های خفن گرفته تا هوش مصنوعی تهش به همین تصویر ساده خلاصه میشه. 1 یعنی لامپ روشنه، جریان برق برقراره، 0 یعنی لامپ خاموشه. همینو بس. باور نکردنیه نه؟ خب سوال اصلی اینه. چطوری میشه فقط با یه سری کلید روشن و خاموش هر عدد بزرگ و پیچیده‌ای رو نشون داد؟ جواب اینه که باید روش شمردنمون رو عوض کنیم. یادتونه تو سیستم خودمون هر جایگاه 10 برابر قبلی بود؟ یکان، بعد دهگان، بعد صدگان. توی دنیای باینری این جایگاه ها 2 برابر میشن. یعنی جایگاه اول ارزشش 1، بعدی 2، بعدی 4، بعدی 8 و همینطوری 2 برابر میشه و میره بالا. به این الگو نگاه کنید، خیلی جالبه. 0 که همون 0، 1 هم همون 1. اما وقتی به عدد 2 میرسیم، کامپیوتر دیگه رقمی براش نداره. درست مثل اینکه ما وقتی به 10 میرسیم جا کم میاریم و یه رقم میریم بالاتر، کامپیوتر هم همین کارو میکنه و عدد 2 رو به صورت 1 0 نشون میده. خب تا اینجا اعداد رو یاد گرفتیم. حالا بیایید یه پله بریم بالاتر و ببینیم این 0 و 1 ها چطوری به حروف، کلمات و هر چیز دیگه‌ای که ما روی صفحه میبینیم تبدیل میشن. کوچکترین آجر سازنده کل دنیای دیجیتال همین یه دونه 0 یا 1 هست. بهش میگن بیت. هر بیت در واقع وضعیت یک کلید خیلی ریز به اسم ترانزیستور رو نشون میده. روشنه یا خاموش. خب با یه بیت که کار زیادی نمیشه کرد نه؟ فقط 2 تا حالت رو میشه نشون داد. این خیلی کمه. برای اینکه بتونیم حروف الفبا، اعداد مختلف و کلی نماد دیگر رو نشون بدیم، به ترکیب‌های بیشتری نیاز داریم. برای همین این بیت‌ها رو توی دسته‌های 8 تایی کنار هم میذارن که بهش میگن بایت. فکرشو بکنید، با همین 8 تا کلید ساده روشن و خاموش ما میتونیم 256 تا ترکیب مختلف بسازیم. این یعنی با همین یه دونه بایت میتونیم 256 تا چیز کاملا متفاوت رو نمایش بدیم. این برای نشون دادن تمام حروف الفبا، اعداد و علائم کاملا کافیه. بیاین یه مثال واقعی رو با هم ببینیم. وقتی شما حرف A رو روی کیبورد فشار میدید، کامپیوتر اون رو به عنوان عدد 65 میشناسه. بعد این عدد توی حافظش به این شکل ذخیره میشه: 0 1 0 0 0 0 0 1. هر حرفی که شما تایپ میکنید یه همچین کد منحصر به فردی پشتش داره. حالا میرسیم به قسمت جذابش. بیایید ببینیم اون ریاضیات ساده و در عین حال قشنگی که دنیای ما و دنیای کامپیوترها رو به هم وصل میکنه دقیقاً چطور کار میکنه. فرض کنید میخوایم عدد 13 رو به زبون کامپیوتر ترجمه کنیم. راهش خیلی ساده است. اون رو پشت سر هم به 2 تقسیم میکنیم و باقی مانده ها رو یادداشت میکنیم. همینطور ادامه میدیم تا به 0 برسیم.
بعد فقط کافیه این باقی مانده ها رو از آخر به اول کنار هم بذاریم. می‌بینید به همین راحتی عدد 13 ما تبدیل شد به 1101. خیلی خوب. این از این. حالا بیایید کار رو برعکس کنیم. فرض کنید شما کامپیوتر هستید و این کد به دستتون میرسه. 1101. چطوری باید این رو به زبانی که انسان‌ها میفهمن برگردونید؟ روش کار اینطوریه. یادتونه گفتیم هر جایگاه یه ارزشی داره. از سمت راست شروع می‌کنیم. 1، 2، 4، 8. حالا خیلی ساده هر رقم رو در ارزش مکانی خودش ضرب می‌کنیم. و حالا مرحله آخر. فقط کافیه ارزش اون جایگاه‌هایی که رقمشون 1 بوده رو با هم جمع کنیم. یعنی 8 به علاوه 4 به علاوه 1 که خب دقیقاً میشه 13. دیدید چقدر ساده بود؟ دقیقاً به همون عدد اولیه‌مون رسیدیم. پس نکته کلیدی اینه. این سیستم 0 و 1 که دیدیم فقط یه بازی با اعداد نیست. نه، این زبان، بنیان و اساس همه چیزه. یعنی مطلقاً هر کاری که شما با گوشی، لپتاپ یا هر دستگاه دیجیتالی انجام میدید، یعنی هر عکسی که میبینید، هر موزیکی که گوش میدید، وبسایتی که باز میکنید، حتی همین حرکت ساده موس روی صفحه، همه تهش در پایین ترین سطح چیزی نیستن جز میلیاردها 0 و 1 که دارن با سرعت نور پردازش میشن. این تشبیه به نظرم همه چیز رو به بهترین شکل خلاصه میکنه. انگار که کل دنیای دیجیتال یه شهر غول‌پیکره و تمام اطلاعاتی که ما می‌بینیم فقط الگوهای مختلفی از میلیاردها چراغ روشن و خاموشه. و این ما رو به یه سوال جالب میرسونه. باینری زبان مخفی دنیای دیجیتاله. به این فکر کنید که چه سیستم‌ها و زبان‌های پنهان دیگه‌ای همین الان دور و بر ما وجود دارن که ما ازشون بیخبریم. ممنون که همراه بودید.